سلام، آتنا هستم. به چنل من خوش آمدین. خب امروز یه غذای خیلی قدیمی و اصیل شیرازی داریم به اسم دو پیازه آلو. حالا چرا آلو؟ به خاطر اینکه شیرازی‌ها به سیب زمینی میگن آلو. این غذا خیلی راحت درست میشه، تو کمتر از تقریبا نیم ساعت درست میشه و بسیار خوشمزه است. خب سیب زمینی ها رو اول توی آبپز میکنیم. البته من یه مقدار نمک و زردچوبه هم به سیب زمینی اضافه کردم که یه مقدار رنگ بگیره و خوش طعم‌تر باشه. خب حالا سیب زمینی ها رو میکوبیم، له میکنیم تا مرحله بعدی رو بهتون بگم. توی این غذا اصلی ترین قسمتش که واقعا خب خیلی مهمه و توی طعم غذا خیلی تاثیر زیادی داره، پیاز زیاده. حتما پیاز خیلی زیادی بذارید، واقعا عالی میشه و خوشمزه. حالا پیازای زیادی رو که خورد کردیم از قبل رو میریزیم توی مایتابه و سرخ میکنیم. خب پیازا که یه مقدار سرخ شد، حالا نوبت ریختن زردچوبه است. ما چون توی سیب زمینیمون هم زردچوبه ریختیم، حالا خب اینجا خیلی نمیخواد، ولی خب به اندازه یه قاشق فکر میکنم دیگه کافی باشه. پیازمون که کاراملی شد، چون ما نمیخوایم خیلی سرخ بشه، کاراملی شد، زیر گازمون رو خاموش میکنیم و سیب زمینی که از قبل آبپز کردیم بهش اضافه میکنیم و شروع میکنیم به هم زدن تا سیب زمینی و پیازمون کامل با هم دیگه مخلوط بشه. خب حالا نمک هم به مقدار لازم بستگی به ذائقه خودتون میریزیم، هم میزنیم و تمام. دو پیازه آلوی ما آماده شد. بهتون قول میدم یکی از خوشمزه ترین دو پیازه هایی باشه که تا حالا خوردین. امتحان بکنید، ما رو سابسکرایب کنید، کامنت بذارید و نظرات خودتون رو به ما بگید. خیلی ممنون. خدا نگهدار.